نیمه دویمی روز 19 می اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف را که با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آوردند گرم و صمیمی استقبال گرفتند. پرزیدنت جمهوری قزاقستان از سرزمین بزرگ پهناور و سرزمین کوههای سربفلک و سرزمین آبهای زلال خوش آمده. Hürmetli Kazakistan Respublikası'nın prezidenti, Bultargatlergin, büyük tağlardın, moldur sulardın mükeni, hasreti toprağından, alğaçka adam balasın, gariçka uşartıkan, Kazak ulu dala elinin, hoş gelipsiz. به خاطر پذیرایی سزاوار مهمان عالی مقام سرور دولت دوست قزاقستان میدان فرودگاه بین المللی دوشنبه با شعارها و پرچمهای دولتی تاجیکستان و قزاقستان یگانه آراسته شد. همچنین شماره زیادی جوانان و نورسان کشور با گل و پرچمهای دو کشور دوست و با شعارهای ترنمگر دوستی خلقها مهمان عالی قدر را پذیرایی نمودند. ضمن ملاقات خاصه‌ای که بین سران دولت‌ها صورت گرفت، سرور دولت محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف را به تاجیکستان خیر مقدم گفتند. اظهار باوری کرده شد که نتیجه‌های سفر رسمی برای تحکیم و توسعه همکاری، مناسبت‌های دوستی و رابطه‌های شریکی استراتژیکی کشورها مساعدت خواهد کرد.